زمانی که زیر فشاری چالش برات وجود داره، سختی داری میکشی، باید صبر داشته باشی، عجول نباشی. به طور مثال برنامه نویس جونیوری شما مد نظرتون قرار بدید که 1 سال داره آموزش میبینه. در این 1 سال باید خیلی صبور باشه، بدون درآمد بتونه پیش بیاد، به امید اینکه بعد از 1 سال بتونه یک جایی به عنوان برنامه‌نویس جونیور استخدام بشه. همین بین که داشتم در مورد صبر صحبت می‌کردم، در مورد امیدم صحبت کردم. ما برای رسیدن به حالا آرامشی که در لحظه چالش داریم یا در لحظه سختمون داریم، حتما به امید نیاز داریم و اینکه مثبت اندیش باشیم، به آینده امید داشته باشیم. سلام حمیدرضا جان، مرسی که دعوتمو قبول کردی. بالاخره یه فرصت شد که بتونیم با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم. سلام، خیلی خوشحالم بابت دعوت شما. من هم خیلی خوشحالم که میتونم این صحبتی هم با شما داشته باشم هم با مخاطبای عزیزه. دلم میخواست اول پادکست یه معرفی کوتاهی داشته باشی که اصلا چه سمتی داری، الان در حال حاضر مشغول چه کاری هستی. شاید حالا یه سری از دوستان خیلی آشنایی نداشته باشن باهات، بعد بریم سر بحث اصلی. خیلی هم عالی. من حمیدرضا مالمیر هستم، نویسنده و مترجم 4 عنوان کتاب در حوزه‌های توسعه مهارت‌های نرم و گیمیفیکیشن. الان هم به عنوان مدیر عامل مجموعه 7 لرن دارم فعالیت می‌کنم. اتفاقا گفتی 7 لرن، من ارادت خیلی خاصی با آقای آوند دارم، باشون هم گفتگو کرده بودم. واسم خیلی جالب بود که شما با همدیگه همکاری میکنید و اینا. دلم خواست داستان این همکاری رو بدونم که به چه صورتی هستش. ببینید، داستان همکاری ما برمیگرده به فکر میکنم 7 الی 8 سال پیش. من عاشق کارآفرینی بودم، دوست داشتم که مدیر باشم، کسب و کار خودم رو داشته باشم. تازه هم بود که دانشگاه قبول شده بودم، بعد از 3 سال کنکور دادن، یعنی 3 سال هم پشت کنکور رفته بودم. بعد از اینکه دانشگاه قبول شدم تصمیم گرفتم که برنامه نویس بشم و تنها راه رسیدن به کسب و کار و مدیریت رو برنامه نویسی میدیدم، چون سرمایه نداشتم بخوام که یک استارتاپی راه بندازم. پیش خودم میگفتم که برم یک پلتفرمی رو توسعه بدم، یک اپلیکیشنی بنویسم که مال خودم باشه و بشم مدیر اون کسب و کار. برای یاد گرفتن حوزه برنامه نویسی و حالا به خصوص اندروید، من با مجموعه 7 لرن آشنا شدم و توی یکی از دوره‌هاشون که به صورت حضوری برگزار میشد شرکت کردم. حدوداً 6 ماه الی 7 ماه قبلش هم بود که یک کتاب نوشته بودم، توی حوزه خلاقیت بود این کتاب. و بعد از 1 ماه و نیمی که توی کلاس‌ها شرکت می‌کردم، با جو 7 لرن آشنا شدم، خیلی دوست داشتم که همکاریم باهاشون بیشتر باشه، بتونم یه تعاملات بیشتری باهاشون داشته باشم، حتی شده به عنوان منتور دوره‌ای، به عنوان کارمندی یا هر چیز دیگه. اومدم انتخاب کردم و گفتم که یک روز اعتماد به نفس به خرج بدم و یکی از کتاب‌هام رو به فاندر مجموعه هدیه بدم، ببینم که چی میشه دیگه، حالا یه اتفاق خوبی یا میفته یا نه. بعد از اینکه اولین کتابم رو با آقای آوند که فاندر مجموعه هستن من هدیه دادم، یه اتفاق خوبی افتاد. اولین تاچ پوینت مکالمه ما ایجاد شد. یه مکالمه کوتاه داشتیم با هم دیگه، گپ و گفتی پیش بردیم و گذشت تا فکر کنم 1-2 هفته بعدش بود. من گفتم این ارتباطه رو چطور میتونم تداومش بدم، چطور میتونم خودم رو به مجموعه 7 لرن ثابت کنم که از من بتونن توی تیمشون استفاده کنن به عنوان منتور، به عنوان کارمند یا هر چیز دیگه. پیش خودم گفتم بیام یک برین استورم ایجاد کنم، یک سری ایده های خلاقانه برای رشد و توسعه 7 لرن بیام و ارائه کنم و بعدش برم با آقای آوند پیشنهاد بدم ببینم که آیا خوششون میاد یا نه. بعد از اینکه 7-8 تا ایده رو من توی جلسه بعدی به صورت حضوری برای آقای آوند پرزنت کردم، ایشون از 1-2 تا از ایده ها خوشش اومد. اتفاقا ایده کیدز بود که ما بیایم و یک ساب برند کیدز رو استارتش رو بزنیم و تخصصی برای کودکان و نوجوانان بیایم و آموزش ارائه کنیم. خوششون اومد و گفتن که خودت پایه هستی که بیای مدیریت این بخش رو به عهده بگیری و شروع همکاریمون از این نقطه باشه. خودم باورم نمیشد که ابتدای امر از اعتماد به نفسی که شکل داشت
و اومدم پیشنهاد رو دادم، میترسیدم و بعد از اینکه به خلاقیت کشیده شد اومدم چند تا ایده مطرح کردم و ایده ها رو خوششون اومد، رسید به همکاری برای خودم خیلی عجیب بود و شگفت زده شده بودم و این میشه داستان همکاری ما و استارتی که با 7 لرن داشتیم. تو صحبتاتون گفتین که اعتماد به نفس، من خیلی دارم خواست راجع به این مورد صحبت بکنیم با هم دیگه. اول بگم که در ادامه اون بحثی که 2 قسمت قبل ما داشتیم در رابطه با مهارت‌های نرم میخوایم صحبت بکنیم در رابطه حالا بعضی از مهارت و همه مهارت‌های نرم رو که قطعاً فرصتش نمیشه. دارم خواست راجع به اعتماد به نفس با هم صحبت بکنیم. من توی یکی از تجربیات کاری که داشتم، یک نفری که تازه به ما جوین شده بود، یه همکار جدیدی که تازه به ما جوین شده بود، خیلی واسم جالب بود رفتارش. این مهارتی که داشت در سطح جونیور بود، ولی که اعتماد به نفسی که داشت باعث شده بود که خیلی ارتباط قوی با مدیر مجموعه بگیره و به حدی که مدیر مجموعه دیگه فقط اونو قبول داشت. و دلم خواست راجع به اینم صحبت بکنیم که این اعتماد به نفس تا چه حدی لازمه، چون من احساس میکردم که این یه مقدار اعتماد به نفس کاذب داره و قاطی صحبتاش یه سری ادعاها داره و یه سری چیزهایی که واقعا نشدنی بود و ما از اون طرف که تجربه‌مون بیشتر بود یه ذره هرس میخوردیم. ولی خب تاثیر اعتماد به نفس من توی اون همکاری واقعا دیدم که به چه صورتیه. حالا می‌خواستم ببینم این حد و مرزش رو چقدر باید بذارید. ببینید یه نکته‌ای که خود شما هم اشاره کردید اینه که اعتماد به نفس داشتن، یه سری افراد هستن اعتماد به نفس رو دارن و به قول شما آدمو هرس میدن. اعتماد به نفس داشتن تنها نمیتونه کافی باشه برای موفقیت. ببینید شما باید اعتماد به نفس رو داشته باشید و روحیه مثلا یادگیری پیوسته رو هم داشته باشید. فرض کنید اون فردی که جونیور بوده اومده بوده به واسطه اعتماد به نفس خوبی که از خودش نشون داده بوده یه کانکشن اساسی و خوبی رو با مدیر عامل یا مدیر اون بخش زده بود و ارتباط خوب بوده. اما اگر این روند همینطوری بخواد ادامه داشته باشه و فقط اتکا کنه به مهارت اعتماد به نفسش، مسلماً در آینده ضربه خواهد خورد. یک بار بتونه توجیه کنه مثلا ضعف تجربیش رو یا ضعف دانشیش رو، اما اگر این ضعف دانشیه توی پروژه ها، توی جاهای مختلفی که نیاز به مهارت هستش، نیاز به تخصص هست بیشتر دیده بشه، باعث شکست اون فرد میشه. من میگم اگر افراد میخوان که از اعتماد به نفسشون بیشتر استفاده کنن، همزمان باید روی پیوستگی آموزششون هم کار کنن. این 2 تا مهارت مختلف میتونه همدیگر رو کمک کنه. اعتماد به نفس گاهی باعث میشه شما مهارتی رو که ندارید رو پوششش بدید، نشونش ندید تا وقت بخرید که این رو توسعهش بدید، این رو افزایشش بدید و این میتونه ترید آفی باشه دیگه. بعضی وقتا این باعث بشه که اعتماد به نفس رشد کنه. اتفاقا تجربه مشابهی که خود من داشتم همون زمانی که ارتباطه با آقای آوند فاندر مجموعه 7 لرن شکل گرفت، تجربه مشابه تجربه شما هستش. اتفاقا زمانی که این ارتباط شکل گرفت و به من گفتن که بیا و مدیریت این بخش رو به عهده داشته باش و ساب برند کیتز رو بیاریم بالا، من هیچ دانشی توی حوزه کسب و کار نداشتم، هیچ چیزی بلد نبودم، صرفاً اومده بودم و یک مقدار دانش فنی برنامه نویسی داشتم و اون هم خب توی کسب و کار به درد من نمیخورد. اما با اعتماد به نفسی که داشتم، این اعتماد به نفسم البته ظاهره ها، ما خیلی وقتا از درون جنگ داریم که در نهایت تصمیم میگیریم که با اعتماد به نفس جلوه کنیم و دیگران ما رو با اعتماد به نفس ببینن. زمانی که تصمیم گرفتم این کار رو استارتش رو بزنم و حتی قبولش کنم، یادم میاد اولین جلسه کاری که من با مدیرم داشتم، اومدن گفتن که ما چطوری میتونیم عملکرد شما رو مورد بررسی قرار بدیم، بیایم یک سری KPI قرار بدیم. و حتی من توی اون جلسه نمیدونستم KPI چیه، انقدر جونیور بودم و اصلا اسمشو جونیور نذاریم، من هنوز مسیر رو شروع نکرده بودم که بخوام جونیور بشم. اما توی جلسات من می اومدم هر کلمه‌ای که گفته میشد و من بلد نبودمش رو یادداشت میکردم و به محض اینکه جلسه تموم میشد میرفتم مینشستم 2 ساعت 3 ساعت گاهن در مورد اونها میخوندم.
میرفتم مقاله میخوندم، کتاب میخوندم و دانشم رو نسبت به اون ارتقا میدادم که توی جلسه بعدی بتونم تعامل کنم، بتونم صحبت کنم. همونطور که گفتین این اعتماد به نفس به نظرم باید با یه پشتوانه باشه، با یه پشتوانه دانشی باشه. اگه نباشه تبدیل میشه به ادعا که طرف ادعای حالا تو خالی داره. به قولی توی صحبتاتون به این نتیجه رسیدم که یه مهارتی دارید که میتونید خودتون رو ابراز کنید. اتفاقا توی گفتگوی قبلی که با پیمان اسکندری عزیزم داشتم، تمام حرفش میگفت اینه که خودتون رو ابراز کنید جایی که حالا مشغول کار هستید، خودتون رو حالا نشون بدید به هر طوری که میتونید. این جرأت ابراز کردن، این که شما مثلا شجاعت اینو داشتید که بتونید برید و ارتباطی برقرار بکنید، چون حالا مثلا ممکنه از بین کلاسیتون که 30 نفر بوده ممکنه فقط شما این کار انجام دادید. خواستم ببینم اینو چطور میتونیم مثلا در خودمون رشد بدیم. ببینید من اولین قدمش رو میگم که باید یک مقدار توی این حوزه مطالعه کوچیکی داشته باشیم تا ببینیم که خود ابرازی اصلا یعنی چی. در مورد خود ابرازی یک مقدار شناخت کوچیکی داشته باشیم و بعد از اینکه شناخت رو پیدا کردیم شروع کنیم به عمل کردن. در جاهای مختلفی که میتونیم خودمون رو ابراز کنیم اونجاها حاضر باشیم. بعضی وقتا هست که مثلا افرادی میرن داخل رستوران و غذاشون مثلا مشکل داره، یه مو توی غذاشونه و انقدر مثلا آدم‌های درونگرایی هستن، اهل ابراز خودشون، نظراتشون نیستن، اون رو نادیده میگیرن و از کنارش به سادگی رد میشن. ببینید من میخوام بگم که همین کارهای کوچیکی که شاید مرتبط با حوزه فنی یا حوزه‌هایی که داریم توش تعامل میکنیم نیستا، اما میتونه باعث خود ابرازی ما بشه. دستمون رو میگیریم بالا، فرد رو میایم نقد میکنیم، میگیم که لطفاً این غذا رو عوض کن. جاهای دیگه توی جلسات کاری که حضور داریم اگر ایده‌ای توی ذهن ما هستش سعی کنیم که از ایده هامون برای دیگران بگیم. اگر نقدی داریم نقدمون رو به دیگران بگیم و در نهایت اگر بخوام به نکته نهایی این مسئله اشاره کنم اینه که وارد عمل بشین. من یادم میاد حالا بخوام یکی دو تا مثال بزنم، من از ارتفاع شدیداً میترسیدم. و از مار شدیداً میترسیدم. حالا فرض کنید من برم 2 تا کتاب بخونم از ترس ارتفاع، هیچ اتفاقی برای من نمیفته. شاید دانشم بره بالا و بدونم که این ترس چطوری داره صورت میگیره، چه متابولیزمی داره پیش میره. اما زمانی من رشد رو توی خودم دیدم و مقابله با ترسمو دیدم که رفتم بانجی و 2 بار پشت سر هم از ارتفاع 50 متر پریدم پایین و متوجه این شدم که این سقوطه آنچنان چیز ترسناکی هم نیست. اگر سقوط کنی خدایی نکرده منجر به مرگ نمیشه ها. یا از مار میترسیدم، یه روندی رو برای خودم ایجاد کردم که 2 تا مار زنده رو گرفتم توی دستم تا ترسم نسبت بهش بریزه. پس میشه اول این که یک سری دانش در مورد خود ابرازی درست پیدا کنیم و بعد از اینکه دانش کوچیکش رو پیدا کردیم شروع به عمل کردن کنیم و این عمل رو انقدر طی کنیم، ادامه بدیم تا بتونیم خودمون رو یک ابرازگر خوب بدونیم، بتونیم پیشنهاد بدیم، نقد کنیم، خودمون رو پرزنت خوب کنیم. بعد اون روحیه جنگنده رو آدم خودش داشته باشه. من خودم خیلی خجالتی بودم و همیشه خیلی میترسیدم که توی جمعی صحبت بکنم. بعد یه روزی واقعا از دست خودم عصبانی بودم، گفتم خدایا تو چرا اینجوری هستی و اینو بس دیگه، نباید این حالت تو ادامه بدی. بعد دیگه تصمیم گرفتم که پادکست رو بندازم. گفتم اول خب خودت ضبط کن، خودت منتشر کن، حالا کم کم شروع کن. همونم واسه من خیلی سخت بود. همین بحث این که گفتیم بانجی جامپینگ رفتین، خیلی به نظر من شجاعت عجیبی داشتین. آدم از کم به نظرم شروع بکنه میتونه در نهایت به اون مهارتی که دلش میخواد برسه. حالا دارم خود یه ذره در رابطه با خلاقیت با هم دیگه صحبت بکنیم. اینکه اصلا اهمیت خلاقیت توی کارمون، توی توسعه، حالا اون مسیر شغلی که داریم. میخوام ببینم حالا توی کار به چه صورتی میشه این قضیه رو پیش برد. مثلا آیا مثلا تجربه‌ای داشتید که شما مثلا یه ایده خلاقانه‌ای داده باشین باعث بشه که حالا کار خیلی سریعتر پیش بره یا توی روند کار خیلی بهبود ایجاد بشه؟ ببینید یک نکته که وجود داره، من خلاقیت رو یکی از مهارت‌های بسیار بسیار کلیدی
برای تفاوت بین افراد میدونم. یعنی یک فردی که خلاقه چندین برابر میتونه برای یک بیزینس، برای یک کامیونیتی تاثیرگذارتر باشه تا فردی که خلاقیتش کمتر هست. اتفاقا خود من اولین کتابی هم که نوشته بودم و تألیف کرده بودم در حوزه خلاقیت بود و توی این کتاب میگم که خلاقیت، البته تعریفش از دیدگاه من هستش، سخت‌ترین مسئله ممکن رو به راحت‌ترین روش ممکن انجام دادنه، میشه گفت تعریف خیلی آسونی میتونه از خلاقیت باشه. یه مثال بخوام بزنم که خلاقیت چقدر میتونه کسب و کارها رو مسیرشون رو تغییر بده و شکستشون رو تبدیل به موفقیت کنه. توی سال 1950 بود یا 57 تا جایی که یادم میاد، 2 تا دوست بودن، 2 تا همکار بودن، میان و به واسطه پلاستیک های حمومی که توی خارج از کشور برای حالا جداسازی اتفاق میفته، میان این دوتا رو میچسبونن به همدیگه، به واسطه فشار و به واسطه گرما بینشون حباب ایجاد میکنن و میان میگن که این محصول رو پرزنت میکنن به عنوان عایق دیوار یا کاغذ دیواری عایق دار که هم قابلیت شستشو داره، هم عایق گرماست، هم عایق سرما هستش و به عنوان یک کاغذ دیواری عایق پرزنتش میکنن. اما بعد از چند وقت اصلا نمیتونن سهمشون رو از مارکت بگیرن و مورد استقبال واقع بشن و بیزینسشون رو به فیل شدن و شکست خوردن بوده. تا اینجایی که یک ایده مطرح میشه، حالا یک سری جاها نوشته بودن که این ایده رو یکی از بازاریاب‌های اونها مطرح کرده، یک جای دیگه گفته بود که نه، این ایده مال خود فاندر مجموعه بوده. یک ایده رو مطرح میکنن که بیان از این پلاستیک های اصطلاحاً عایقی که تولید کردن به عنوان ضربه‌گیر استفاده کنن. همه ما برامون اتفاق شده، حتی یک بار هم که شده، به عنوان سرگرمی این پلاستیک های حبابدار رو بترکونیم و از صداش لذت ببریم، استرسمون کم بشه یا هر چیز دیگه. این پلاستیک ها همون محصولاتی بوده که به عنوان عایق دیوار تولید شده بوده، اما سازندش با یک تفکر از صفر، با یک تفکر خلاقانه میاد رویکرد محصولش رو تغییر میده و میبره به سمت ضربه‌گیر محصولات. توی اون سال یکی از مشتریهای به خصوصشون و بزرگترین مشتریهاشون شرکت IBM بوده. قطعات الکترونیکی تولید میکردن، قطعات کامپیوتری تولید میکردن و به خاطر اینکه بتونن بهتر انتقالش بدن، پستش کنن یا ارسالش کنن، از این ضربه‌گیرها استفاده میکردن که آسیب نبینه محصولاتشون. و همین مسئله، همین تفکر خلاقانه این دو فرد باعث موفقیت کسب و کارشون شد. پس ببینید اینجا اهمیت خلاقیت میتونه خیلی شفاف بیان بشه. و فکر میکنم بخش دوم سوالتون هم در مورد خلاقیت هایی بود که ما به صورت میدانی توی 7 Layer استفاده کردیم. 2 تا از ایده هایی که خودم خیلی دوستشون داشتم رو بخوام اگر براتون بیان کنم، فکر میکنم زمانی که دقیقاً کرونا آمده بود، 1 سال بعدش ما اومدیم تصمیم گرفتیم، گفتیم که چطوری میتونیم اعتبارمون رو، تخصصمون رو بیاریم و برای مخاطب به اشتراک بذاریم و متخصص متوجه این تخصص و اعتبار ما بشه. از طرف دیگه خود من حمیدرضا اون موقع هنوز مدیر عامل مجموعه نبودم، مدیر مارکتینگ مجموعه بودم و اومدم به این مسئله فکر کردم که من زمانی که دانشجوی برنامه نویسی بودم، همیشه برام رویا بود رسیدن به مایکروسافت، همیشه برام رویا بود کار کردن به عنوان یک مهندس نرم افزار در شرکتی مثل ناسا یا شرکت‌های تاپ 10 دنیا. به خاطر همین اومدم گفتم خب چرا ما نمیایم این افراد رو به همدیگه وصل کنیم؟ شاید خیلی‌ها مثل من دیدن این افراد، شنیدن این افراد براشون خیلی جذاب باشه، پای صحبت‌هاشون، پای تجربه‌هاشون بشینن. یک برنامه‌ای رو اومدیم تدارک دیدیم. خود من به شخص دعوت می‌کردم از متخصصین ایرانی و فارسی زبانی که خارج از کشور توی شرکت‌های تاپ دنیا داشتن کار می‌کردن. یادم میاد ما میهمان داشتیم، از آمازون داشتیم، مایکروسافت داشتیم، از ناسا داشتیم و نزدیک به 30 تا برنامه و 30 تا وبینار رو ما برگزار کردیم و الهام بخش خیلی از دانشجوها بودیم، الهام بخش بیش از 100,000 تا مخاطبی بودیم که رسیدن به این رویاها رو دور از انتظار میدن. طرف پیش خودش میگفت من داخل یکی از شهرستان‌های
کم مثلا امکانات ایران چطوری میتونم خودم رو توی ناسا ببینم، چطوری میتونم خودم رو فلان جا ببینم. اما دید نه، یک فرد مشابهش اتفاقا توی دانشگاه آزاد هم درس خونده، حتی دانشگاه سراسری هم نبوده، اما الان اومده موفق شده، مسیر آموزشیش رو، مسیری که طی کرده بود رو میگه، فرد هم میبینه پس منم میتونم، اگه فلانی تونسته من هم میتونم. یکی از ایده هایی که خودم خیلی دوست داشتم ارائه کردیم و با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد و برای بیزینس هم خیلی اورنس ایجاد کرد این بود. یکی دیگه از ایده های یا اصطلاحاً تفکرات خلاقانه‌ای که داشتیم، ما اومدیم یک محصولی رو تولید کردیم تحت عنوان تجربیات طلایی. طی این محصول ما نزدیک به 150 تا متخصص برنامه‌نویسی که توی ایران حضور دارن و توی شرکت‌های اینترپرایز ایران دارن کار میکنن، مثل دیجیکالا، دیوار، شیپور، بازار، تلویزیون، اسنپ فود و غیره، ازشون دعوت کردیم و از هر کدومشون خواستیم که از تجربیات بزرگ کاریشون بیان صحبت کنن و اونها رو به افرادی که فکر میکنن این تجربیات میتونه براشون مفید واقع بشه بیان و با اونا به اشتراکش بذارن. بیش از نزدیک به فکر میکنم 250 تا قسمت تجربه طلایی ما پروداکتش رو داریم و فقط برای دانشجویانیه که با ما همراهن و اونها رو به صورت رایگان براشون دسترسیشون رو فعال میکنیم. این دوتا ایده خلاقانه بود که تونستیم به واسطه اونها ارزش آفرینی خیلی خوبی رو برای مخاطبمون انجام بدیم. این موردی که گفتین و من خودم خیلی درک میکنم و میدونم که چقدر کار سختی انجام دادین. همون 30 نفر فکر میکنم گفتید که از دوستان خارج از کشور که تو شرکت‌های مطرح کار میکردن. خیلی کار سختیه که بتونی باشون ارتباط بگیری و صحبت بکنی، حالا یه وقتشون رو ازشون بگیری و بتونی هماهنگی‌ها رو انجام بدی. واقعا بهتون تبریک میگم که این کار رو انجام دادین. به نظر من تجربه فوق‌العاده‌ای داشتین. اینو کجا منتشر کردید؟ داخل خود 7 لرن هستش و اینستاگرام، اگر هم اینستاگرام برید داخل لایو های ذخیره شده فکر میکنم 2-3 سال پیشه، اما پروداکت هاش داخل پلتفرم 7 لرن هم قابل دسترسه، کسانی که دوست دارن و استفاده کنن ازشون. اما شما یه نکته رو اشاره کردید به این که تجربه خوبی بوده مسلماً برای من ارتباط گرفتن با این افراد و گاهن خیلی ها سختیش رو نمیبینن. 30 نفری رو که حاضر شدن که داخل این برنامه حضور پیدا کنن و جلوی دوربین قرار بگیرن رو همه میبینن، اما بالغ بر 400 نفری که من بهشون درخواست دادم که حضور داشته باشن و نرسیدن رو کسی نمیبینه. حدوداً توی یک برنامه 6 ماهه خود من به شخصا دعوت میکردم، چون برامون اهمیتش خیلی زیاد بود. خود من شخصا میومدم و این میهمانان رو دعوت میکردم که توی برنامه حضور داشته باشن و 30 نفرشون درخواست رو قبول کردن، افتخار دادن، ما هم لذت بردیم. اما بیش از 400 تا فکر میکنم دعوت اتفاق افتاده بود و سختی هایی که وجود داشت و تنها یک چیز برای من موند اونجا و ارتباطاتی بود که شکل گرفت. 400 نفر متخصص خارج از کشور من می اومدم دعوت می کردم، حالا به هر دلیلی نمیتونستن توی این برنامه حضور داشته باشن، ولی این رو من نقطه شکست نمی بینم. شاید خیلی بگن خب شکست خوردی دیگه، 370 نفر شرکت نکردن. من اون رو ایجاد یک ارتباط و ایجاد یک آشنایی میبینم که در آینده میتونه به کار ما بیاد یا اینکه به درد ما بخوره، ارزش آفرینی متقابلی ایجاد بشه بین ما و بین متخصصین عزیزی که ارتباط گرفتیم. و بعد از اون هم برای تجربیات طلایی که ما پیش رفتیم همین اتفاق افتاد. ما بیش از 150 نفر رو تونستیم جذب کنیم بیان و افتخار بدن، برنامه رو تولید کنن. اما اون هم همین آمار رو داشت بودن. ما برای اون هم بیش از شاید بگم 400-500 نفر رو دعوت کردیم که این تعدادشون افتخار دادن حضور پیدا کنن و خود این یعنی برای من یک ارتباط ایجاد شدن، چه با متخصصهای خارج از کشور که چه با متخصصهای داخل کشور. و از طرف دیگه خب مسلماً برای برند و بقیه موارد
مورد هم میتونه اویرنس ایجاد کنه. کاملا چیزی که میگین رو درک میکنم، چون شاید ممکنه کسی پشت این جریان رو نبینه و فکر کنه که مثلا کلا 30 تا مصاحبه انجام شده. حالا بجز این بحث ارتباطاتی که حالا همین پادکست واسه خود من داشته، بحث این بوده که من واقعا از افراد حرفه‌ای که مثلا باشون گفتگو کردم یاد گرفتم. حالا چه تجربیاتی که گفتن توی خود پادکست یا اصلا نحوه برخوردی که با من داشتن، نحوه گفتگویی که با من انجام میدادن، همشون یه چیز مشترکی که داشتن این بود که خیلی دقیق و روی برنامه حرکت میکردن و برای لحظه به لحظهشون پلن داشتن. وقتی که باشون صحبت میکردم و باشون هماهنگی ها رو انجام میدادم، میدم این دوستان با اینکه انقدر سرشون شلوغه ولی خیلی راحت مثلا یک تایم یا حالا ممکنه یک مقدار وقفه بیفته، یعنی مثلا 1-2 هفته آینده مثلا به من بگن، ولی باز راحت میتونن یک تایمی رو در اختیار من بذارن. خیلی این موردشون واسه من جالب بود. مورد بعدی که خیلی دوست داشتم صحبت بکنیم راجبش، بحث مسئولیت پذیری توی کاره. اولا بیایم با هم دیگه تعریف بکنیم که مسئولیت پذیری یعنی چی؟ یعنی به چه کسی میگن که این طرف مثلا مسئولیت پذیره، کارا رو کامل به عهده میگیره. و دلم میخواد اگه حالا تجربه‌ای هم داشتید توی این مورد، چون میدونم شما سمت حالا مدیریتی این کارو انجام میدید، حالا نسبت به کسی که توی تیم داره انجام میده شاید بهتر بتونه این مسئله رو متوجه بشه. خیلی دوست داشتم تجربتون رو توی این مورد هم بدونم. ببینید، نکته که وجود داره، خیلی از مردم یک تعریف به خصوصی از مسئولیت پذیری رو دارن، یک استانداردی رو دارن. فکر میکنن که هر کسی که یک سری تسک‌ها، یک سری وظایف بهش بسپرن و اون فرد همشون رو انجام بده، اون فرد مسئولیت پذیره. اما من میخوام اینجای پادکست 3 تا تعریف متفاوتی از مسئولیت پذیری داشته باشم. دسته اول مسئولیت پذیرها اونهایین که اصلا مسئولیت پذیر نیستن. یعنی فرض کنید ما 10 تا جاب به اونها میسپاریم، 10 تا تسک به اونها میسپاریم و میایم بعد از ددلاینشون نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که 4 تاش، 3 تاش، 2 تاش انجام نشده و شروع میکنن به توجیه کردن این مسئله. بله، گاهن خب یک سری عوامل باعث میشه یک سری از تسک‌ها دان نشه، اما وقتی که این روند برای یک فرد همیشه تکرار میشه و همیشه سناریویی که میاد برای شما بازگو میکنه سناریوهای مشابه سری قبله، متوجه این مسئله میشیم که این فرد آدم مسئولیت پذیر نیست و خود من به شخصه اولین فرصتی که بتونم با این فرد قطع همکاری میکنم. اما دسته دوم مسئولیت پذیرها اون افرادی هستند که کارهایی که بهشون میسپاریم رو به بهترین شکل ممکن انجامش میدن. میگیم که این 5 تا تسک رو شما انجام بدید، انجام میدن سر موعد و میرسونن. این افراد مسئولیت پذیرن و با تعریف استانداردی که همه قرار دادن برای مسئولیت پذیری، اینها فیت اون تعریف هستن. اما یک دسته سومی از مسئولیت پذیرها وجود داره که بهشون خیلی پرداخته نشده و اون مسئولیت پذیرهای همراه با دغدغه‌مندی هستن. کسایی که علاوه بر این که مسئولیتشون رو میپذیرن، دغدغه اون مسئولیت و دغدغه به بهترین شکل ممکن انجام شدن اون مسئولیت رو هم دارن. بذارید یه مثال براتون بزنم که برای مخاطب آشناتر باشه. فرض کنید که یک روز من میخوام برم دفتر و با همکارم تماس میگیرم، میگم که با یکی از همکارانم تماس میگیرم، میگم که قرار برای من میهمان بیاد، یه زحمتی بکشید، پذیرایی داشته باشید، نوشیدنی داشته باشید و دیگه دارم میرم سمت دفتر. 3 تا سناریوی مختلف برای همکار من امکان داره اتفاق بیفته از لحاظ مسئولیت پذیری که هر یک از اینها رو من الان توضیح میدم. فرض کنید میره دفتر، میبینه آب نیست و وقتی که میبینه آب نیست، فقط شیرینی و شکلات و بقیه موارد رو میاره موقع پذیرایی. بهش میگم چرا چای نبود، آب میوه نبود یا قهوه نبود؟ میگه که آب نبود دیگه، من نتونستم چای دم کنم یا شربتی سرو کنم یا هر چیز دیگه. این فرد به نظر من اصلا آدم مسئولیت پذیری نیست، چون میتونست 5 دقیقه از وقتش رو صرف کنه، بره دم در از مارکت آب معدنی تهیه کنه و حالا وظایفی که بهش سپرده شده بود رو به شکل خوب هندل کنه. سناریوی دوم یا مسئولیت پذیرها
اون فردیه که من میام دفتر میبینم که رفته دم در از سوپرمارکت آب تهیه کرده، هم شربت داره سرو میکنه، هم چای گذاشته، هم قهوه گذاشته و این فرد مورد تشویق واقع میشه، میگه که آره آب قطع بود، من رفتم اینا رو خریدم گذاشتم ولی به همین بسنده کرد. اما تعریف ما از افراد مسئولیت پذیر دغدغه‌مند، از اون دسته از مسئولیت پذیرایی که همیشه مورد توجه من واقع میشن، اون فردی که میام دفتر میبینم که علیرغم این که آب قطع بوده رفته مارکت آب رو تهیه کرده، اومده به خاطر تجربه لذت بخشتر خودم و میهمان من داخل چایی هل انداخته، دارچین انداخته، شربت به جای اینکه 2 نوع بذاره مثلا 2-3 نوع گذاشته، 4 نوع گذاشته، قهوه رو به بهترین شکل ممکن گذاشته، اومده از لوازم‌های لوکس یا از تجهیزات لوکس برای سرو حالا پذیرایی استفاده کرده. مشخص میشه که این فرد علاوه بر این که مسئولیت پذیره و اون کار رو انجام داده، دغدغه به بهترین شکل ممکن انجام دادن اون کار رو هم داشته. یعنی تمام تلاشش رو کرده، تمام پتانسیلی که وجود داشته رو گذاشته تا بتونه اون کاری که بهش محول شده رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. اتفاقا توی کار به نظرم، حالا طبق تعریف هایی که شما از این مسئله کردین، این گروه آخری که اون کار رو به روش خودشون حالا انجام میدن و توی بهترین حالت ممکن تحویل میدن، خیلی به نظر من میتونن سریعتر رشد بکنن توی اون مسیر شغلی که دارن. حالا یکم راجع به مشکلات و حالا تعارضایی که توی تیم به وجود میاد بعضی وقتا صحبت بکنیم. اینکه چجوری میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. حالا این مشکلات میتونه مثلا حتی سر یک مسئله فنی پیش بیاد، اختلاف نظر پیش بیاد، یا مثلا سر یه چیزایی که اصلا ربطی هم به کار نداره این مشکلات پیش بیاد. اینکه چطور ما بتونیم با چه روی کردیم ما بتونیم این مسئله رو حل کنیم به نظرم خیلی مهمه. دلم خواست اگه تجربه‌ای داشتید توی این زمینه بهمون بگید. حتما. یک نکته که وجود داره، حالا این تعارضی که شما بهش اشاره کردید و مدیریت تعارض 2 تا دیدگاه متفاوت میتونه داشته باشه، از نظر کاربر یا کارمند و از لحاظ یک مدیر، از نظر یک مدیر، چون هر یک از اینها منافعشون میتونه متفاوت باشه و خیلی کم پیش میاد که وقتی که با هم دیگه تعارض دارن منافعشون مشترک باشه. به خاطر همین من اگر بخوام از دیدگاه یک مدیر بگم که شاید یک مقدار این صحبتم هم سخت باشه، اما یک مدیر برای این که بتونه پوزیشن لیدرشیپش رو هم توی تیم همزمان داشته باشه و اون مورد خدشه واقع نشه، شاید بیش از 50% تعارض هایی که اتفاق میفته از جایگاه قدرت و از موضع قدرت باید صحبت کنه و اینکه اصلا راه نباید بیاد. گاهن اتفاق میشه مدیران یک جایی میبینن که درست اشتباه کردن اما انقدر اشتباهشون حیاتی نبوده که بخوان کوتاه بیان و اعتبارشون یا جایگاه لیدرشیپشون مثلا مورد تزلزل واقع بشه. این نکته وجود داره، ابعاد مختلفی رو وجود برای همین مسئله تعارض هست. یکیش اینه که ما بتونیم اصطلاحاً کوتاه بیایم که این در افرادی که مدیر هستن یا جایگاه لیدرشپ دارن کم دیده میشه، مگر اینکه یک مسئله بسیار بسیار حیاتی باشه و کوتاه بیان سر این مسئله. رویکرد اجتنابی وجود داره توی مسئله مدیریت تعارض. یک مسئله اهمیت خیلی زیادی نداره برای من مدیر، برای کارمندم هم شاید نداشته باشه. من اصلا نادیده میگیرم این تعارض رو و رویکرد اجتنابی به خرج میدم و از کنارش رد میشم. یه دونه دیگه مثلا اینه که ما بتونیم با همدیگه سازش کنیم، یعنی بریم وارد مذاکره بشیم. اگر در تعارض هدف داریم با همدیگه، هدفمون مشکل داره، بریم داخل جلسات مختلف هدفمون رو طوری شفاف بیان کنیم، ایدئولوژی پشت هدف رو طوری بیان کنیم که هم اون فرد بتونه با ذهنیت ما آشنا بشه، هم ما بتونیم با ذهنیت اون آشنا بشیم و یک سری تغییرات انجام بدیم تا در نهایت این تعارض از بین بره. پس نسبت به این که چه جایگاهی دارید، چه هدفی دارید و تعارض اصلا توی چه اسکیلی هست، میتونه مدیریت کردن این
متفاوت باشه و در نهایت از موضع یک مدیر و لیدر با موضع یک کارمند و کاربر متفاوته. اون بحثی که اول گفتید که اون مدیر اون کاری که حالا به اشتباه ممکنه انجام داده باشه رو قبول نمیکنه، اینو نمیدونم موافق هستیم باهاش که باید به این صورت باشه؟ ببینید به طور کلی این مقوله رو اگر بخوایم بررسی کنیم، فرض کنید من یک تسکی رو میام به یکی از بچه‌ها میسپارم، به یکی از مدیرانم میسپارم، تسک همه چیزش شفافه، اما یک جایی از تسک یک نکته کوچیک رو من فراموش کردم به کارمندم بگم یا به یکی از مدیرانم که این تسک رو بهش سپردم بگم و این فرد میره کار رو انجام میده در صورتی که این تسک بهش محول شده و در مورد مسئولیت پذیری هم با هم دیگه صحبت کردیم، دغدغه مندیه، با یک چالشی با یک دغدغه‌ای روبرو میشه و این چالش و دغدغه رو نادیده میگیره و به ساید افکت هاش فکر نمیکنه و باعث میشه که یک مشکلی به وجود میاد. بعد میاد به من میگه که وقتی که این مشکل به وجود میاد به من مدیر میگه که شما زمانی که تسک رو به من اومدید و محول کردید well defined نبوده، تسک یک نکته کوچیک رو به من نگفتید، در صورتی که من مدیر به عنوان لیدرش یا به عنوان مدیرش پیش خودم انتظار داشتم که اون فرد خودش به این فکر کنه، چون یکی از المان‌های اولیه دان کردن اون تسک بوده و اون هم انتظار داشته که من بیام براش بیان کنم، یعنی نه خطا از من بوده نه خطا مثلا میشه گفت از اون بوده و چنین زمانهایی که این اتفاقها میفته بعد از جایگاه لیدرشپ و از موضع قدرت صحبت کرد تا اون فرد با جدیت کار روبرو بشه، بدونه که وقتی که میخواد یک تسکی رو انجام بده باید ابعاد مختلفش رو بررسی کنه، باید ریکوایرمنت هاش رو بسنجه، ساید افکت هایی که در آینده قراره به وجود بیاد رو بسنجه و یک نحوه تفویض اختیار دیگه میشه گفت تا حدودی. اگر قرار باشه که تمامی تسک هایی رو که قراره برای فرد ما تعریف میکنیم بیایم جزئیاتش رو هم دقیق براشون بنویسیم که دقیقاً ما نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم، کل وقتمون به تسک دیفاین کردن اونجوری که دیگه خیلی سخت میشه. آره میدونی واسه این سوالو پرسیدم. بعضی وقتا حالا توی مجموعه های کوچیک اون مدیری که مجموعه هستش از لحاظ حالا دانش فنی ممکنه مثلا یک مقدار پایین تر از اون کارمندی باشه که استخدام کرده و گاهی اون مدیر توی حالا نحوه انجام دادن اون کاری که باید، اون تسکی که باید اون فرد انجام بده یک مقدار دخالت میکنه و باعث حالا کند شدن کار اون یا حتی به نتیجه نرسیدن کارش میشه. من بیشتر به خاطر این مورد پرسیدم. حالا موارد کوچیک که حالا چیزی نیست که حالا بخواد طرف قبول کنه یا نه، این مورد بعضی وقتا میتونه آزارنده باشه واسه اون طرف، به خاطر این گفتم این مسئله رو. دقیقا همینطوره. ببینید وقتی که ما میخوایم یک تعارض رو باهاش مواجه بشیم باید نوع تعارض رو بسنجیم، فردی که با اون تعارض داریم رو باید بسنجیم، ببینیم که آیا اون فرد اصلا نقدپذیر هست یا نه، ببینیم که آیا توجیه کن هست یا نه اون فرد. یعنی عوامل مختلف، متریک های مختلفی داره که ما بخوایم با اون فرد به روش مدیریت تعارض پیش بریم. بحث تعارض رو پیش گرفتیم، به نظرم خیلی خوبه که در رابطه با گوش دادنم صحبت بکنیم. من خودم تجربه که داشتم خیلی وقتا فقط شنیدن صحبت‌های یه نفر که ناراحته میتونه کلن اون مسئله و مشکل رو حل بکنه. یعنی اون نحوه گوش دادن، همدلی کردن با اون طرف به نظر من میتونه خیلی مهم باشه توی این مسئله. حالا به عنوان یه مدیر به نظرتون چطور میشه این مسئله رو توی کار پیش گرفت؟ ببینید بذارید یک تعریفی رو ابتدا مشخص کنیم برای گوش دادن و شنیدن، چون بین گوش دادن و شنیدن تفاوت معنی حتی وجود داره. یک سری جلسات رو ما حضور پیدا میکنیم، میبینیم فرد مقابلمون علیرغم این که کلن توی جلسه فوکسش روی صورت ماه، ولی یک سوالی ازش بپرسیم هیچ چیزی نمیدونه که بگه، چون هیچ توجهی به صحبت، به جلسه یا به مطالبی که ارائه میدادیم نداشته. اون صرفا داشته گوش میداده
و حواسش پرت جای دیگه بوده. پس اینجا یک استانداردی رو رعایت کنیم، گوش دادن با شنیدن متفاوته و ما برای توسعه مهارت‌های خودمون باید روی گوش دادن فعالمون کار کنیم. حالا گوش دادن فعال چه تأثیراتی میتونه روی خودمون داشته باشه؟ ببینید فرض کنید یک فردی با من میاد توی جلسه، یک شنونده فعالیه، نوت برداری میکنه، با توجه به من نگاه میکنه، تمامی موارد رو با تمرکز گوش میده، داخل صحبت ها مشارکت میکنه، ایده میده. این فرد اولین کاری که اتفاق میفته اعتماد سازی بین من مدیر و اون ایجاد میشه و توی جلسه‌ای که دو فرد متفاوت حضور داشته باشن، یک فرد گوش دادن فعال رو پیشه بگیره، مسلماً اعتماد من به اون فرد بیشتره. دوم اینکه در مورد مسئله‌ای که داریم ارائه میکنیم یا صحبت میکنیم، شنونده فعال درک عمیق‌تری میتونه پیدا کنه نسبت به اون، تا یک فردی که سرسری داره گوش میده. فرض کنید یک سری مطالب داره ارائه میشه که اگر بخشش رو متوجه نشه، فردا مواجهه میشه با این مسئله که تسکش رو اشتباه میزنه یا اصلا شکست میخوره یا هر چیز دیگه‌ای. پس دومین نکته اینه که باعث میشه اون فرد درک عمیق‌تری نسبت به مسئله یا مشکل پیدا کنه. و سومی همدلی رو بیشتر میکنه، باعث میشه که شما یادگیرنده در طول جلسات باشید. اگر بخوام یکی از تجربیات شخصیم رو بگم توی این مسئله گوش دادن فعال، یادم میاد اوایل همکاریم بود، فکر میکنم 5-6 ماه اول بود که داشتم با 7لرن همکاری میکردم. اون موقع 2 سبک نرم افزار وجود داشت برای فالوور گرفتن اینستاگرام. یکیش که کلا فیک بود، یعنی شما میرفتی یه پول میدادی، یه سری مثلا فالوور فیک میزدن برای پیج شما. یک سری نرم افزارهای دیگه وجود داشت که فالو آن فالو اتفاق میافتاد، یعنی شما میرفتی تعریف میکردی سگمنت های هدفت رو، میرفت از اونها مثلا از فالووراش فالو میکرد، بعد اونها که فالوت میکردن آن فالو میکرد. ما یک پیج زده بودیم و این پیج 0 بود، به خاطر اینکه حداقل بتونیم 500 تا 1000 تا یوزر اولیه داشته باشیم واسش که هر کسی میخواد بیاد بگه چرا این 0، نگه چرا این 0. مدیر من به من گفتش که بیاد یه مقدار فالوور بزن برای این مسئله، برای این پیج، که کسی که میاد اونجا خالی نباشه، زشت نباشه. من رفتم و نزدیک به 1000 نفر فالوور گفتم، خب به بچه‌ها گفتم برای این پیج زدن، اما از نوع اول زدن، از اون نوعی که فالو آن فالو اتفاق نمی افتاد و اصلا کیفیت نداشت. و یکو مثلا مدیر دید که 1000 تا مثلا فالوور اومده، فالوورایی که نه عکس دارن نه آیدی مشخصی دارن، هیچ چیزی. و تماس گرفت، شروع کرد نقد کردن که چرا این اتفاق افتاده و من عذرخواهی کردم. اما خودم اومدم به دلیل بروز این اتفاق فکر کردم، متوجه شدم که گوش دادن غیر فعال من باعث این اتفاق شد. اگر من می اومدم مثلا دقیقاً به صحبت‌ها دقت می کردم که ایشون منظورشون از فالووری که بیا فیک بزن چه نوع فالوور فیکیه، اگر سوال می پرسیدم. گوش دادن فعال صرف این نیست که شما فقط گوش بدید، شما بعضی وقتا به خاطر اینکه گوش دادن فعالی داشته باشید، اگر سوالی توی ذهنتون مطرح میشه باید بپرسید. اگر یک جای کار مشخص نیست، شفاف نیست، باید بپرسید که این درک کردن بهتر اتفاق بیفته. اگر من اونجا میتونستم سوال بپرسم، اگر اونجا بهتر گوش داده بودم و تسک رو بهتر دریافت کرده بودم، این اتفاق برای من نمیافتاد که ماه اولی که آغاز همکاریم بوده بیام و یک سوتی این چنینی بدم و مورد نقد واقع بشم و حرفی هم برای گفتن نداشته باشم. بر اساس همون مسئولیت پذیری که بهتون گفتم فقط میگفتم بله من اشتباه از من بوده، انشاءالله جبرانش میکنیم. و دونه دونه در طی فکر میکنم 30-40 روز تمام اونها رو اومدیم و آنفالو چش کردیم، ریمووشون کردیم، اشتباهی که اتفاق افتاده بود رو. این تقریبا همون مسئله‌ایه که من گفتم در رابطه با مدیرتون بهتون گفته بود بعد این کار رو انجام بدید دیگه. خیلی درست گفتین. باید خب واکنشی انجام بشه و در نهایت به یه تصمیم قانع کننده و منطقی آدم در نهایت برسه. اگه بخوای هر چی مثلا میگن گوش بکنید، نتایج خوبی قطعا نداره، چون مثلا شما رو به عنوان متخصص اون کار آوردن.
آره یه نکته هم که وجود داشت در مورد همین شفافیت تسکیه بود. دقیقاً یه مثالی هم که زدم توی همون پوزیشن می نشست. این که مثلا حتی ایشون هم خیلی ول دیفاین نیومده بود به من بگن که کدوم نوع مثلا فالوور رو شما بزنید. حالا این مثال خیلی ساده هم زدم اما من رفتم و یک نوع بعدی زدم، نوع اشتباهی رو انتخاب کردم که مسئولیتش پای گردن خودم بود و من میتونستم سرچ کنم، میتونستم با ساید افکت های اون نوعش آشنا بشم و جلوی این مسئله رو بگیرم. و اینجا هم متعاقبا مدیر باید از موضع قدرت برخورد میکرد. همینی که گفتم که شاید توی شرح دادن تسکیه همین مسئله هم مشکلی وجود داشته ها، اما میسپره وقتی که به یک متخصص انتظار داره که به بهترین شکل ممکن انجام بشه و موضع قدرت میشه. حالا دلم خواست یه ذره در رابطه با انعطاف پذیری با هم صحبت بکنیم. اینکه گاهی وقتا شرایط حالا خود فرد طوری پیش میاد که واسهش خیلی پیچیده میشه همه چی و مدیریت کردن اون شرایط واسهش خیلی سخت میشه. من اگه حالا بخوام یکی از تجربیات خودم رو بگم، اون زمان که با آقای آوند قرار ست کرده بودم واسه گفتگو و من خیلی هیجان داشتم واسه این گفتگو چون مطمئن بودم که خیلی خوب پیش میره. بعد توی اون 1 ماه اتفاقی که واسه من افتاد این بود که ما خونمون ویلایی بود، قدیمی بود و ساختمون کناری اون همسایه‌مون خونش رو میخواست خراب بکنه و این ساختن این خونه کناری باعث شده بود که خونه ما ترک‌های خیلی بدی بخوره و اینا و ما در نهایت مجبور شدیم توی اون 1 ماه اسباب کشی کنیم و بریم توی حالا آپارتمانی که داشتیم اونجا باشیم. و این شرایط واسه من خیلی سخت بود چون خونمون بزرگ بود، اتاقم حالا اون استودیوی دکوری که داشتم و چیده بودم و اینا. بعد اون خونه که میخواستیم بریم خیلی کوچیک بود و من میخواستم اونجا ضبط بکنم، خیلی شرایط بدی داشتم که حتی یادمه با آقای آون که داشتم ضبط میکردم یه طوری تنظیم کرده بودم که این تختم که پشتم بود پیدا نشه. خیلی شرایط سختی بود. آره، سوالی که داشتم ازتون این بود که چطور میتونیم این قضیه رو هندل بکنیم و مدیریت بکنیم، یا اگه تجربه‌ای داشتیم بهمون بگین. پس اجازه بدید من با یه مثال براتون شروع کنم این بخش رو. من حدوداً میشه گفت که از 25 مهر 1403 تا نزدیک به 29 آذر ماه یکی از سخت‌ترین برهه‌های زمانی زندگی من بود. دقیقاً این گپ تایمی یکی از سخت‌ترین برهه‌های زمانی زندگیم بود. من خدمت سربازی نرفته بودم، طول تحصیلم رو آکادمیم رو طوری اکسپند کرده بودم که بتونم فعلا خدمت رو اصطلاحاً بپیچونم تا زمانی که تایمش برسه و امریه بشم. 2.5 سال ما تلاش کردیم که 7 لرن رو دانش بنیان کنیم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد و 7 لرن دانش بنیان شد. فرصت خیلی زیادی نداشتم که بخوام مجدد تحصیل کنم. رفتم درخواست سرباز امریه دادم که بتونم توی مجموعه 7 لرن از پتانسیل ها استفاده کنم. در همین بین سربازی من آموزشیش افتاد برای آبان ماه. 1 آبان اعزام من به آموزشی سربازی بود. سربازی امری هم طوریه که 2 ماه باید بری پادگان، یعنی این نیست که اصلا نری. پس آغاز سربازیم توی اون برهه زمانی بود. قرار بود که حدوداً سال بعدش، یعنی سال 1404 ازدواج کنم که به دلایل شخصی که پیش اومد مجبور شدیم که اون رو هم زودتر داشته باشیمش، برنامه ازدواجم رو هم زودتر داشته باشیم و شرایط طوری دست به دست هم داد که شرایط عروسی من اومد 5 روز قبل از اعزامم به خدمت سربازی. 25 مهر من باید میرفتم، عروسی داشتم، پلن عروسی، برنامه عروسی بزرگی هم داشتیم اتفاقا و 1 آبان من اعزامم به خدمت سربازی بود. اسپرینت مجموعه 7 لرن مدیریتی و تارگت گذاریایی که اتفاق میفته برای رشد و توسعه کسب و کار به صورت 3 ماهه هست و ما اومده بودیم با هیئت مدیره یک تارگت گذاری رو انجام داده بودیم که 2x بتونیم رشد رو برای مجموعه 7 لرن به ارمغان بیاریم و باید تمامی تلاش ها دو برابر می شد. باید اتفاقات استراتژیک به وجود می اومد، باید پلن های مارکتینگ تغییر پیدا می کرد، باید پروداکت هامون توسعه داده می شد و حتی باید نیرو جذب می کردیم و خیلی کارهای دیگه باید اتفاق می افتاد که ما در نهایت بتونیم به این تارگت 2x برسیم.
این تارگت 2X هم حدوداً میشه گفت که وسطاش بودیم و ازدواج بود، سربازی بود. من 15 روز از خدمت سربازیم هم گذشته بود که متاسفانه با من تماس گرفته شد. نمیدونم دقیقاً، یا توی ماشین بودم، خانمم خبر داشت، بهم نگفته بود. بعد از 3-4 ساعت بهم گفتش که حال پدرم خوب نیست، گویا سکته کرده بود. آروم آروم بهم گفت. و من دیگه از لحاظ فشار زندگی دیگه میشه گفت که به تهش رسیده بودم. فرض کنید توی سربازی، خود سربازی به تنهایی سخته، چون از صبح ساعت 5 صبح شما رو اذیت میکنن تا ساعت 4 بعد از ظهر. انواع شکنجه های روانی یا سختی های روانی که وجود داره ایجاد میشه، سختی های فیزیکی ایجاد میشه رود. اینها به کنار، فرض کنید شما ذهنتون مجدد داخل سربازی نیست. من داشتم همزمان به کار فکر میکردم، به تارگت فکر میکردم، به مسائل مالی شرکت فکر میکردم، همزمان به همسرم که بعد از ازدواجمون الان وارد یک شرایط و برهه زمانی سخت شده و من 2 ماه نیستم. خب برای همسرم خیلی سخته وارد شدم. از طرف دیگه پدرم هم باید یک عمل جراحی قلب سنگین انجام میداد و 3 تا از رگ‌هاش و دریچه قلبش رو باید تعویض میکردن و تمام این فشارها، این نگرانی‌ها روی من بود و باید میتونستم که در این شرایط درست فکر کنم، درست انتخاب کنم، درست زمانهایی که نیاز با همسرم دلداریش بدم، زمانهایی که نیاز یک مدیر باشم، زمانهایی که نیاز یک پسر باشم برای پدرم، بتونم نقش پسری رو ایفا کنم، نقش همسری رو ایفا کنم، نقش لیدرشپ رو اجرا کنم. و تمام این فشارهایی که روی من بود، خود من تنها بودم دیگه توی این شرایط و خیلی سپری کردنش سخت بود. و این یکی از شرایطایی بود که فقط و فقط با تاب‌آوری و انعطاف پذیری من تونستم از توش با موفقیت بیرون بیام. من بعد از اینکه از آموزشی سربازی اومدم 2 روز بعد تارگتمون، اسپرینتمون تموم میشد. من 28م اومدم، 30م موعد سررسید تارگت بود. ما 100 میلیون تومان فقط با خود تارگت فاصله داشتیم و این برای من از لحاظ کاری اچیومنت خیلی بزرگ بود. چه که توی این همه فشار چطور تونستی مثلا با کمک تیم، با کمک مثلا همه تسکایی که ولدیفاین کرده بودی، تسکایی که دلیگیت کرده بودی، تونست نهایتاً به نتیجه مد نظر برسه. از طرف دیگه پدرم خدا رو شکر جراحی کرد و خدا رو شکر خوب شد مشکل قلبی که براش به وجود اومده بود. بعد از اون درگیر مثلا خونه و زندگی شخصی و عروسی و این موارد بودیم، اونها هم به بهترین شکل ممکن پیش رفت و فقط همینطوری که اشاره کردم تاب‌آوریه و انعطاف پذیریه عاملی بود که باعث شد بتونم دوام بیارم. گاهن میشد که بی‌انگیزه بودم، گاهن میشد که ناامید بودم، گاهن میشد که یک روز فروش رو چک میکردم یا با بچه‌ها ارتباط میگرفتم و گفتم امروز فروش چقدره، بهم میگفتن که اینقدر، مثلا میگفت نه دیگه درست نمیشه، این خودم هم نیستم که بخوام مدیریتش کنم و ناامیدترین شکل ممکن به واسطه اتفاقاتی که میافتاد. این در مورد تجربه شخصی بود. حالا چطور آدم میتونه از این شرایط بیرون بیاد؟ ببینید نکته‌ای که وجود داره برای مهارت تاب‌آوری و برای مهارت انعطاف پذیری، شما نیازمند یک سری مهارت‌های نرم دیگه هستید، مثل صبر. زمانی که زیر فشاری، چالش برات وجود داره، سختی داری میکشی، باید صبر داشته باشی، عجول نباشی. به طور مثال برنامه نویس جونیوری شما مد نظرتون قرار بدید که 1 سال داره آموزش میبینه. در این 1 سال باید خیلی صبور باشه، بدون درآمد بتونه پیش بیاد، به امید اینکه بعد از 1 سال بتونه یک جایی به عنوان برنامه‌نویس جونیور استخدام بشه. همین بین که داشتم در مورد صبر صحبت می‌کردم، در مورد امیدم صحبت کردم. ما برای رسیدن به حالا آرامشی که در لحظه چالش داریم یا در لحظه سختمون داریم، حتما به امید نیاز داریم و اینکه مثبت اندیش باشیم، به آینده امید داشته باشیم. فرض کنید شما از قبل توی ذهن خودتون شکست رو پذیرفته باشید، به هیچ وجه شما نمیتونید یک عمل درست انجام بدید یا یک انتخاب درست و شایسته داشته باشید تا با اون شرایط مثلا مقابله کنید. و شمایی که از قبل شکست رو پذیرفتید، در نهایت شکست هم خواهید خورد.
نکته بعدی که وجود داره و فکر میکنم برای تاب‌آوری و انعطاف پذیری خیلی مهمه، حالا من بیشتر برای تاب‌آوری اینجا اشارهش میکنم، مهمه اینه که ما بتونیم از دیگران کمک بگیریم. این مسئله برای افراد درونگرا یه مقدار سخته، ولی یا برای افرادی که مثلا یک مقدار آدمای مستقلی هستن یا آدمهایی هستن که دوست ندارن از کسی به هیچ عنوان کمک بگیرن، این سخته. اما بعضی جاها واقعا ما نیاز داریم که کمک بگیریم. گاهی وقتا من به از لحاظ احساسی، از لحاظ روانی بخوام آروم شم، باید کمک بگیرم، از روانشناس کمک بگیرم، از همسرم کمک بگیرم. یا برای مثلا کسب و کار، زمانی که من داشتم میرفتم خدمت سربازی، یک سری از وظایف سنگین خودم رو دلیگیت کرده بودم به مجیدی که حالا توی این پادکست اسمش رو مجدد آوردم. دست راستم بود، تسکو رو سپرده بودم، میگفتم روزانه این کارا رو انجام بده. خیلی هم بلد نبود چه اتفاقاتی داره میفته. میگفتم روزانه این کارا رو انجام بده، شب این خروجی‌ها رو به من بده. شب با تلفن عمومی تماس میگرفتم، خروجی‌ها رو ازش دریافت میکردم. پس نکته بعدی هم میشد که ما بلد باشیم چطوری از دیگران کمک بگیریم تا بهتر بتونیم دووم بیاریم توی این شرایط سخت. نکته دیگه‌ش هم که وجود داره اینه که نسبت به احساساتمون کنترل داشته باشیم. منی که میدونم آدم خشمگینی هستم، نباید به سمت شرایطی برم که حتی توی سربازی منو خشمگین تر کنه. نباید وارد تعارض با مثلا فرماندهمون بشم. نباید توی این شرایط سختی که وجود دارم نباید با احد دیگه‌ای وارد تعارض بشم که منو خشمگین تر کنه. همین خشمگینی باعث عصبانیت بیشترم، خشمگینیم و تصمیمات هیجانی میشه که ممکنه مثلا آسیبی رو وارد کنه به هدفی که وجود داره یا به اون شرایطی که توش حاضر هست. شرایط خیلی پیچیده‌ای داشتین، هر کدوم به تنهایی میتونه یه آدمو از پا در بیاره. واسم خیلی جالب بود اینی که تعریف کردین. آره، بیماری اینام که دیگه هیچی، خیلی شرایط سختی داشتین و واقعا جالب بود این صحبتی که کرده بودیم، مدیریت کردن که تماس میگرفتین و کارا رو چک میکردین، خیلی جالب بود. این بحثی که گفتید کمک گرفتن، این مورد واسه خود من پیش اومد. من حالا وقتی سنم خیلی کم بود، حالا نمیدونم به خاطر اون غروری بود که آدم تو اون سن داره یا چیز دیگه، همیشه پیش خودم میگفتم که من اصلا به کمک کسی احتیاج ندارم، من همه کارامو خودم میتونم انجام بدم و اینا، و خیلی فشار سنگینی به خودم می آوردم. بعد از یه مدتی فهمیدم که واقعا این کار اشتباهه و کم کم شروع کردم که حالا چه از لحاظ احساسی، چه حالا اون توی کاری که خودم داشتم انجام میدادم راهنمایی بگیرم، کمک بگیرم و اینا، و بعد دیدم چقدر من سریعتر رشد کردم، چقدر واسه من مسیر ساده تر شد و به نظر من اصلا بد نیست آدم کمک بگیره. و توی همون بحث تاب‌آوری که گفتین، خیلی این کمک گرفتن میتونه کمک بکنه. تو مثلا یه جمله که آدم با یکی صحبت میکنه، و همین بحث امیدم خیلی مهمه. من همیشه مامانم تو شرایطی که حالا بعدی که واسم پیش میاد بهم میگه که به هفته آینده فکر کن. هفته آینده نشستی روی مبل، راحت نشستی داری چای میخوری، خیالت هم کامل راحته. مرسی، خیلی صحبت جالبی با هم داشتیم. من خیلی شناختی از شما نداشتم، خیلی تجربیات عجیب غریبی داشتین، خیلی جالب بود، خیلی من لذت بردم به شخصه. امیدوارم بقیه دوستانم مثل من لذت برده باشم. بازم ازتون ممنونم که دعوت من قبول کردین و این وقت در اختیارم گذاشتین. خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون و خیلی خوشحالم که تو این برنامه حضور داشتم و امیدوارم که صحبت‌هایی که کردیم، نکاتی که گفته شد بتونه برای مخاطب‌ها مفید واقع بشه و بتونن ازشون استفاده کنن. حتما همینطوره.